به نام خدا سلام. قانون مهریه قراره که در سال 1404 تغییر بکنه. چند سالی هست که با طرح‌های مختلف یا حالا لوایح سعی داشتن که قانون مهریه رو تغییر بدن ولی موفق نشدن. امسال ولی این لایحه در کمیسیون تصویب شده و فکر میکنم هفته آینده در صحن علنی هم مطرح بشه. قراره که مهریه از 110 سکه سقف مهریه به 14 سکه کاهش پیدا کنه و زندان هم برداشته بشه. این که ما میگیم سقف مهریه، به اشتباه بعضی عزیزان فکر میکنن که فقط میتونن توی عقدنامه 110 تا تعیین کنن، یا حالا در صورت تصویب قانون در سال 1404 فکر میکنن که فقط 14 تا باید تعیین کنن. نه، این تصور اشتباهی هست. تعیین مهریه توافقی هست، میتونه 100 تا 200 تا 500 تا 1000 تا تعیین بشه. بحث سر اجرای مهریه هست. این که میگن سقف مهریه در زمانیه که زن میخواد مهریه رو بگیره، وصول کنه. حالا چیکار باید بکنه؟ طبیعتا اگر مهریه‌اش در حال حاضر 110 تا، بیش از 110 تا یا در بعد از تصویب قانون بیش از 14 تا باشه، باید مال پیدا کنه. زمین، 2 تا ماشین مثلا مرد داشته باشه، ماشین دومش قابل توقیف هست. البته ماشین الان از مستثنیات دین خارج شده، خودرو رو میتونن توقیف کنن مگر اینکه خودروی کار باشه، مثل خودروی اسنپ یا حالا وانت که کار میکنن باهاش. و مثلا 2 تا خونه داشته باشه، یه دونش مستثنیات دینه، خونه دوم رو میتونن توقیف بکنن. پس ما زمانی که مرد دارایی داشته باشه، اموال داشته باشه و مستثنیات دین نباشه، دیگه نیازی نیستش که اون سقف رعایت بشه. سقف مهریه در زمانی هست که مرد نداره و توانایی پرداخت یک جای مهریه رو نداره، اموالی هم مستثنیات دین نباشن نداره و قراره که تقسیط بشه. در این صورت هست که دادگاه فقط تا حالا همون سقفی که قانونگذار تعیین کرده، این سقف قرار 14 تا بشه. و زندان هم در گذشته اگر شخصی توانایی پرداخت حتی اقساط رو هم نداشت یا درخواست احضار نمیداد، حالا به دلیل عدم اطلاع و سایر مسائل، راهی زندان میشد. ما الان حدود 3000 مرد رو داریم که به دلیل عدم توانایی پرداخت مهریه راهی زندان شدن. خب این یک آمار خیلی تأسف برانگیزه. ما در جامعه قانون قراره که از جامعه، از خانواده، از مرد، از زن حمایت بکنه، نه اینکه قانون به نحوی تصویب بشه که زن و مرد رو به سمتی ببره که هم زندگی از هم پاشیده بشه و هم بعد مرد راهی زندان بشه و حالا بگیر و ببند. و ما در خود قانون اسلام هم زمانی که مثلا حضرت علی علیه السلام میخواستن به خواستگاری حضرت فاطمه برن، یک زرهی داشتن که در یک جنگ غنیمت بهشون رسیده بود که یک بخشی از اموالشون بود، نه 10 برابر اموالشون رو بیان مهریه بذارن که هیچ وقت هم توانایی پرداخت ندارن. یک بخشی از دارایی و اموالشون که یک زره قیمتی بود رو به عنوان مهریه تقدیم کردن. نه اینکه بعداً میدم، نه اینکه کی داده کی گرفته، همون زمان خواستگاری، زمان عقد، به عنوان مهریه که مهر و محبت زن رو جذب خودشون بکنن و محبت خودشون رو هم نشون بدن تقدیم کردن. پیامبر هم همون رو فروختن و مهریه حضرت زهرا کردن. پس این نشان دهنده اینه که یک مهریه باید بخشی از اموال مرد باشه، نه همه اموالش، نه 10 برابر اموالش. مهریه و جهیزیه هم کف هم هستن، برابر هستن. همونطور که حضرت محمد پیامبر عظیم الشأن این کار کردن و اون به اصطلاح زره رو، اون مهریه رو فروختن و به همون تناسب جهیزیه حضرت زهرا کردن. و نکته دیگه هم این که در زمان عقد و در زمان ازدواج پرداخت میشه. برای مثال الان یک مردی که 2 میلیارد دارایی داره نمیاد 10 میلیارد مهریه کنه و بگه حالا نه آقا این که نمیخوایم بگیریم و
معمولا خانم ها با این تکنیک ها که ما نمیخوایم بگیریم آقایون رو متقاعد میکنن و این اشتباه هست. هم زن داره اشتباه میکنه هم مرد، هر دو دارن اشتباه میکنن، چون کاملا تو زندگیشون تحت شعاع قرار میگیره و هم برای تو رفتارهای زن تاثیر داره. ممکنه اون یک احساس و غرور و قدرت بیجایی به زن بده که احساس بکنه من هر وقت بخوام میتونم مهریم و اجرا بذارم و مرد رو بندازم زندان، و از اون طرف هم یک ترس و نگرانی و واهمه‌ای در مرد ایجاد میکنه که احساس میکنه اگه من بیشتر تلاش کنم، بیشتر به دست بیارم، مثلا الان یه خونه دارم اینو بکنم دوتا، خواه ناخواه ممکن 2 روز دیگه این بابت مهریه بره و به نوعی اون انگیزه های مرد رو میگیره، نگرانی درش به وجود میاره. ما نمیخوایم که کسی بابت نگرانی مهریه و عدم توانایی مهریه تو زندگی باقی بمونه. اون هیچ ارزشی اصلا نداره. اگر یک زن واقعا از رجوع بکنه به قلبش، میبینه که دوست نداره مردی به خاطر ترس از مهریه تو زندگی باقی بمونه، دوست داره با عشق تو زندگی باقی بمونه، با محبت در زندگی باقی بمونه و ادامه بده. اون زیباست. و اینه اگه مردی که توان پرداخت مهریه نداره و نگرانه بخواد ادامه بده، اصلا هیچ ارزشی برای این رابطه وجود نداره. در نتیجه ما باید بیشتر دقت کنیم در تعیین مهریه برای دخترانمون، برای خواهرمون، حتی آقایون برای خودشون که وقتی خواستگاری میرن. مهریه باید بخشی از اموال مرد باشه، در زمان خواستگاری یا عقد پرداخت بشه، همکفه با جهیزیه است و این رو در تعیین دارم خدمتتون عرض می‌کنم. در قانون جدید هم که قرار حذف بشه سقف مهریه در اجرا، تاکید میکنم در زمان اجرا 14 سکه داره قرار تعیین میشه و قراره که تصویب بشه و به جای حبس هم در نهایت حالا اگر طرف ضامن نداره و احتمال داره مثلا حالا طرف فرار کنه و ناپدید بشه، از پابندهای الکترونیکی براش استفاده میکنن که اونم البته ضامن نیاز داره، ولی هم ضامن میاره هم پابند الکترونیکی هم میبنده. امیدوارم که هیچ وقت به این مرحله از زندگی نرسید، چون اصلا زیبا نیست. هر دو اذیت میشن. ما 90% خانم هایی که به دفتر ما مراجعه میکنن و اجرایی مهریه میگیرن، بعد از فکر میکنم 1 هفته 2 هفته 1 ماه توافق میکنن و میان اجراییه رو میبندن. خب چرا این توافق رو قبلش نمیکنید؟ چرا حتما میخواید مأمور کشی و دادگاه و پاسگاه و برو بیا، بعد که ببینید نتونستم توقیف کنم مستثنیات دین، بعد بشینید پای میز مذاکره؟ نه، همون اول منطقاً عادلانه و واقعی بیاد. درسته بعد حالا مثلا 2000 تا نوشته، خودتون هم میدونید که این غیر واقعی بوده، توانشون اصلا نداره، شاید کل خانواده‌اش هم مثلا اموالشون رو بذارن شاید اون مبلغ نشه و اگرم بشه چرا باید یک مرد تمام اموالش رو مهریه بده؟ اصلا منطقی نیست. شما برای مطمئناً برای برادر خودتون هم خواستگاری میرید، یک چنین دیدگاهی دارید. ما بعضی از خانواده ها رو داریم که متاسفانه دیدگاه دوگانه دارن، برای برادرشون میرن 14 تا مینویسن ولی برای دخترشون میرن 500 تا مینویسن یا حالا 700 تا مینویسن یا 1000 تا مینویسن. این روش صحیحی نیست. همیشه اینم از احادیث ماست که هر چی که برای خودت میپسندی، برای خانواده خودت میپسندی، برای دیگران هم بپسند. با دروغ و فریب و اینا کسی رو متقاعد نکنید که مثلا آقا من نمیخوام از تو بگیرم، من قصدشو ندارم، من نمیدونم، فقط میخوایم بنویسیم و کی داده کی گرفته. بعد به محض اینکه حالا یه اختلافی پیش اومد صبح 7 صبح مثلا توی اجرای ثبت باشید، زیبا نیست، جالب نیست. و امیدوارم که حالا با تصویب این قانون جدید و تعیین سقف یک بخش زیادی از این مشکلات برطرف بشه. براتون آرزوی خوشبختی.